سلام. بریم سالن که کلی کار داریم. با این واتر پمپ هرچی آب ته سامپا مونده رو باید بریزیم دور، چون میخوام یه جون تازه‌ای بدم به این سامپا. میخوام کلا رفرش بشه. هرچی آب توش بود کشیدیم بیرون و بعدم این شکلی خود واتر پمپ رو آوردمش بیرون و جمعش کردم. رفتم پایین ببینم چه خبر توی این سامپا. اینجا باید بایوبال باشه فقط توش. رفتم دیدم پر از کثیفی، بایوبالا همه کثافت گرفته. یه نفر فرستادم پایین، گفتم برو که از این سوسکه من میترسم. همه رو جمع کرده بود بالا و شستیم و کف و تمیز کردیم و بعدم با این غذای دستساز بمب حرفه‌ای یه خمیر باحال درست کردم و بردم که ماهی‌ها رو باش تغذیه کنم. خورد خورد دیگه هرچی ماهی تو سالن بود باش تغذیه کردم. یه نگاه به این لاروها کردم که تازه آوردم، آب آکواریومشو کشیدم و بردم پایین‌تر. بعدم بقیه ماهی‌ها رو تغذیه کردم. این بود ولاگ امروز.